روز جمعه هفته گذشته یک عده جوانان را از مسجد شهر ریزان فدراسیون روسیه بازداشت نموده به اداره پلیس ناحیه اکتبریسکی این شهر بردند. طوری یک شبانه روز آنها را در اداره پلیس نگاه داشته علیهشان با جرم‌های ساخته پرونده کشاده اند. طور شاهدان به رادیوی پیام خبر دادند علیه امروز نسبت عده از آنها با قرار سود حکم استرداد صادر شده است و با آنها 10 روز مهلت داده شده است که از روسیه خارج شوند. در صورت خارج نشدن با آنها باز شدن پرونده جنایی و حبس تهدید میکند. یک نفری که در بین بازداشت شدگان بوده است و علیهش سود ناحیه اکتبریسکی شهر ریزان حکم استرداد صادر کرده است با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی پیام گفت که اکثریت نفران بازداشت شده را 2000 روبلی جریمه کرده اند. در کیسه مبلغ‌های داشته‌شان را بدون ترتیب دادن هیچ سند مصادره نموده اند. نسبت 10 نفر حکم استرداد صادر شده است که خود او یکی از آنهاست. مراجعتشان برای کمک حقوقی به سفارت تاجیکستان در روسیه نتیجه نداده است و کسی به دادشان نرسیده است. هم برادران وقتی که در نماز جمعه در آمدن همه گردبانه مسجد محاصره کرده بودن. همه امانسو همی شهر ریزان آمده از شلک و از مسجد همی شلک هم برادران دستگیر کردن و عدل اکتبریسک رایون بردن. در آنجا باشد برادران مدت یک سوتکا محکم کردن. پس از اون برادران را با عرقه را با مبلغ 2000 روبل جریمه کردن و بعضی روز ویزاشون رو محکم کردن، بعضیشون رو به طور روسیه دیپورتاسیون کردن و 10 روز با آنها سوگ دادن این قلمرو روسیه را ترک نمایی. به هیچ یگان دلیل به هیچ میفهمم که تو تاجیک هستی در بالا موندی، در آترا میگیرن یا دیپورت کرده از قلمرو روسیه خارجت میکنن. یک مقداری که پول در مبلغی که در جای برداری آنها را اون مبلغ را خالی میکنن. وقتی که ما با پاسپورت زنگ میزنیم میگیم هم خیلی شرایط داریم، هم خیلی وضعیت داریم، از پاسپورت زنگ میزنن با عدل ها باز از بجایی که ما رو دستگیری کنن یک بارتر عدل ها آمده ما رو تهدید میکنن که دیگر با پاسپورت زنگ نزنید. ما از حکومت دارو خواهش میکنیم که کمی هم باشد با قدر همین غریبا رساند. 70% بودجه دولت همین غریبا پر میکنه. برای چی پولی به غریبا خوب است و از حقوق مهاجر از حقوق ما دفاع نمیکنه. وقتی که ما با پاسپورت شکایت میکنیم که همین خیلی واقعا گفتن آنها با مقامات داخلدار همین شهر زنگ زدن و با سر ما باشد تهدید کردن. طبق خبرهایی که بر رادیوی پیام رسیده است این گونه مناسبت با مهاجران تاجیک در همه گوشه و کنار روسیه دیده می شود. در همین حال بنا به اطلاع رسانه‌های روسی دولت روسیه طرحی را تصویب کرده است که در سال 2020 تعداد مهاجران کاری در برخی از بخش‌های اقتصادی این کشور را کاهش می‌دهد. با گزارش سامانه وزارت کاری روسیه وزارت ساختمان روسیه پیشنهاد کردند که در سال 2020 در قلمرو ولایت‌های امور، بوریتیستان و مسکو سهم مهاجران کاری در بخش ساختمان کاهش داده می شود. بر اساس این طرح در جمهوری خودمختار داغستان در سال 2020 تعداد کارگران مهاجران کاری تا به 50% کاهش خواهد یافت. همچنین مقامات وزارت کشاورزی روسیه خواستار مشخص کردن تعداد کارگران مهاجر خارجی در کشت و برداشت محصولات کشاورزی در قلمرو این کشور شده‌اند. هدف از این اقدام کاهش تعداد کارگران مهاجر خارجی و ایجاد جای کار به شهروندان مقیم این کشور عنوان می شود. طبق معلومات در روسیه 70% شهروندان تاجیکستان در بخش ساختمان در مناطق مختلف روسیه فعالیت می کنند که تصویب نهایی این قانون به زیان مهاجران کاری تاجیک خواهد بود.